ایو بکس چطورین؟ خوش اومدین به پرود کلاب. مهمونه خیلی خفنی امروز داریم، مور شاهین. چطوری شاهین؟ خوبی؟ شکرم، خدا شکر. تو چطوری؟ چه خبر؟ قربونت، مخلصیم. خب بیت کار بار چیکار داری میکنین چند وقت؟ حالا فعلا که درگیر همچنان دارم کار میکنم. بیت، سمپل، لوپ، بیت های هفتگی، سمپل های هفتگی، سندت هم داریم دیگه. ایوه. آقا دیدم تو چنلت خیلی فعالی، داری کمک میکنی، امداد غیبی میرسونی. چجوریه داستان آقا؟ ببین خب وقتی آرتیستی یا حالا پرودوسری هر چیزی کار هنری میکنی، یه فن بیس باید کنارش داشته باشی، یه کامیونیتی باید واسه خودت داشته باشی که حالا موزیک بدی بیرون، یه پروداکتی رو میخوای بدی بیرون، بقیه بیان به هوای همون کامیونیتی که ساخته شده حمایت کنن ازش. دقیقاً. حالا من دارم این وسط یه کاری میکنم که دو سربرد باشه. مثلا میام ویدیو یوتیوب میذارم، میام نمیدونم تو کانال تلگرامم به 4 تا سوال جواب میدم، نمیدونم از روزمرگیام میذارم، همه اینا هست. خب اون وسط یه کامیونیتی شکل میگیره دیگه، یه رابطه بین من و اون کامیونیتی شکل میگیره. من یه سری کارا اون واسهشون انجام میدم، زمانی هم که موزیک من بیاد طور نیست ادامه بده بچه‌ها که موزیک من بیاد، حالا بچه‌ها حمایت میکنن. همینجوری که این چند وقت لطف داشتن حمایت کردن، سامپل پک دادم، نمیدونم مثلا زیر پستا، حالا هر چیزی که باشه، رفیقیم دیگه کلا با هم. من به چشم کامیونیتی نگاه نمیکنم، بیشتر یه چیزی رفاقتی بین خودمون. ایوه خیلی خوبه، چون دلسوزان است و خب بکشو 100% میگیری ان شاء الله. خب عشقی، مور شاهین چیه داستانش؟ چی شد لغت گذاشتی مور شاهین شروع کردی؟ یه پیج پرایوت داشتم من اصلا کلا، بعد بیت میزدم ولی کسی خبر نداشت به اون صورت. اومدم یه دونه پیج دیگه زدم، اون اوایل اسمش موزیک بای مور شاهین بود. خیلی سوبر موزیک بای مور شاهین، خیلی سوبر موزیک بای مور شاهین. بعد گفتم چیکار کنم؟ گفتم خب یه کاری که میتونم بکنم، اون پیج اصلیمه، این پیج موزیک رو بزنم یه چیزی اضافه تر شد، مور شاهین. اینجا یه استری بیشتر میبینی، شاهینه بیشتر از این ورون. یه ساید دیگه رو میبینی که قبلا نبوده از من. ایوه خیلی هم باحاله. استارت ماجرا از کجا بود که گفتی یه شاهین باید پرودیوسر بشه؟ چون اغلب خیلی دوستان آرتیست شن ولی تو پروداکشن انتخاب کردی، چرا پرودیوسر شدی؟ پوینت اول حرفتم درست بود البته. حالا من دو تا داستان میگم، یه داستان فانتزی ساخته ذهنم، یه دونه واقعیه. یه دونهش که یه حال کردم با موزیک و اینا، عشقم مثلا موزیک و ساختن اینجور چیزا بود، اومدم تو موزیک. ولی دلیل اصلیش این بود که تو خونه نشسته بودم، داشتم این موزیک گوش میدادم، تابستونم بود فکر کنم، بچه‌تر بودم، 13 14 سالم بود. بعد گفتم این چرا این تیکش اینجوری شد؟ حاجی ریدی تو موزیک، این چی بود این حرکت؟ چی بود زدی این آخه؟ بعد گفتم خب بذار ادیت بزنم. بعد زدم که دانلود نرم افزار و آهنگسازی، بعد حالا سواد اینجوری. بعد زدم کیو بیس آورد، ایبلتون آورد دیگه، اف ال استودیو آورد، همون اولیو زدم اف ال استودیو. دانلودش کردم و خلاص اولش هست کیک و کلپ داره دوم اونو میزدم، اصلا سردرد خالص بود. دیگه گذشت و اینجوری شد به اینجا رسیدیم. دیگه کم ولی اون خوندن منم خوندم. خوندی؟ یه گوشی میذاشتم مثلا یه بیت دانلودی بود، بعد یه گوشی دیگه میآوردم تکست بود روش، بعد مثلا یه کاغذی چیزی هم میآوردم، مثلا همون گوشی دستم بود باش رکورد میکردم. چیزای سوپر افتضاح، دیسلو سنگین. یه بار اگه یه چیز سنگین داشت واسمون بفرست واسه بچه‌ها بذار. دیسلو سنگین. به به. خب این جالبه دیگه. این استارت کریر خودت که ساخته شد و ورود زدی به مارکت چه جوری بود؟ اون داستانش از جایی شروع شد که هینو فکر کنم اسمش شنیده باشین دیگه، همه شنیدن اسمش رو. این لایو استریم میذاشت روی اینستا، میگفت بیت بفرستین اونجا من مثلا ریویو کنم و اینا. بعد من دیدم یه بار بیت فرستاده بودم، واسه بار دومم دوباره بیت فرستادم اونجا، بعد پلی کرد، خیلی حال کردم. بعد ترپ هم نبود، EDM بود، یا حالت گیتار الکترونیک و الکتریک. بعد فیوچر بیس استوری بود. اونو پلی کردم، خیلی حال کردن. یه نفر اونجا بود گفت مور شاهین میخوای بیای تو کچی ساوندز؟ گفتم کچی ساوندز اصلاش اینا چیه؟ بهش دایرکت دادم. بعد گفت یه کمپانی کچی بیس یه شراوت بهش بدم. واقعا من الان اینجام دلیلش همون کمپانی کچی ساوندز. همه کچی گرم. دیگه گفت که تلگرام یه سری فایل و اینا بفرست واسه فلان شخص، اونجا اگه حالا اکسپت بشه دیگه میای داخل گروه. دیدم یه 2-3 روز بعدش یه لینک گروه به من داد، رفتم اونجا دیدم به همه خوبا هستن دیگه. دیگه اونجا یکی 2 سالی فکر کنم بودم تا زمانی که دیگه حالا منحل شد به دلایلی کمپانی و الانم که اینجا مستقل. ایول به به. خب یه تایمی هم با بچهای 6 کارتلو اینا کار می‌کردی و دیگه سری ترک ها با خود هیپوپولوژیست بست.
اون چی شد؟ به خاطر اون خواستن مستقل بودنت این کارو کردی یا چیز دیگه؟ اول که اصلا ورود زدنم اینجوری بود که اشکان لایو استریم میذاشت، خیلی مثلا با لوپا بیت میزد. بعد لوپ اینا میفرستادم، یه روز دیدم اشکان خودش بهم دایرکت داده، گفت که من میخوام بیای تو سیکس کارتل، مثلا لوپات خفنه و اینا، دارم یه گروه جمع میکنم. شمارهشو داد و منم حالا شماره‌مو دادم، کانکت شدیم با هم دیگه، عضو اون گروه شدم. یه خاطرات خیلی خوبی هم واقعا داشتم. بچهای سیکس کارتل همه رو دوست دارم واقعا. خود اشکان، کیو، سینکیز، هومی، متین، مانی، همه رو اصلا واقعا همه رو دوست دارم. مثل یه حالت خونه دومه واسه آدم بعد از کچی ساوند. ولی خب بعدش چون دوست داشتم حالا یکم مستقل تر کار کنم، ترجیح دادم تنهایی باشم که یکم بتونم برند خودم رو بیارم بالاتر، برند شکل بگیره و دیگه بهتره کنه. ایول. خب الان واسه مارکتینگ چی کار کردی که الان چون گفتی فن بیسی داری، واسه این مارکتینگ چه حرکتایی زدی، اقدامات چی بود دونه دونه که باعث شد که الان این فن بیس و کامیونیتی ساخته بشه؟ ببین کارهایی که حالا به نظرم پرودوسرها باید بکنن، یکیش اینه که حالا سامپل پک میدم، لوپ پک میدم، اینا خیلی تاثیر داره دیگه. باعث میشه یه کلابریشنی شکل بگیره بین تو و اون کسی که اون سامپل پک رو میگیره که تا حالا موقعیتش پیش نیومده بوده. این که هست هیچی. ولی مثلا واسه ریلیز آهنگا سعی میکنم الان آرتیستایی که یه مقدار نوپاترن و باشون کار کنم، حالا یه جوری با هم دیگه کانکت بشیم، با هم دیگه بیایم بالا. خب اون تاثیر داره دیگه، چون پرودوسر صداش نیست، همیشه پشت صحنه است. تو چه جوری میتونی بیای روی صحنه؟ باید اینجوری نگاه کنی بهش. خب جوری که میتونی بیای روی صحنه اینه که اسم تو مردم ببینن، مثلا بگه مورشاین اینجا اسمش رو همه ترک‌ها هست، یا نمیدونم تگ این شاین رو ترک میاد، این کیه؟ من نمیدونم کیه، یه سرچی میزنه حالا میاد بالا. بعد اگه چند تا کار خفن داده باشی، اسمت باشه، تگت باشه، اصلا ناخودآگاه طرف تو ذهنش میاد آها مورشاین اومد، این بیتای خفنی زده، مثلا موزیکش خفن بود و خوب شد. حالا مثلا خفن تا الان نزدم به نظر خودم، ولی خب این کاره بودی هستی. بعد الان خودت شاخه کارو چه جوری می‌بینی؟ باید فقط تو همون زمینه پروداکشن و تئوری بچه‌ها برن جلو، یا اینکه میتونن مثلا تو شاخه‌های دیگه مثل ساوند دیزاین دیگه پرودوسر تولید کننده موزیک میشه؟ دقیقاً. موزیک پرودوسر تولید کننده موزیک خیلی کارا میتونه بکنه. یکی این که میتونه اصلا بیت بزنه، میتونه میکس و مستر کنه، میتونه شعر بنویسه، میتونه یه دونه بیت از یه نفر دیگه بخره بیاره، یه آرتیستی رو که میدونه خفن میشه بیاد اون شعر رو بخونه، بیاد مثلا نمیدونم به کسی که گیتار میزنه، گیتاریسته، بگه بیا فلان ملودی رو واسه من در بیار، من حال کردم با این ملودی. میتونه اصلا منیج کنه کارو، میتونه به آرتیست رو برندش رو بسازه، مارکتینگ کنه واسش. پرودوسر خیلی کارایی داره. مثالش هم هست دیگه، مترو بومین بیت میزنه، مایک میکس و مستر انجام میده، دیجی کلت میاد مارکتینگ انجام میده، بیت میخره، یه آرتیست رو میاره روش. خیلی کارا انجام میدن پرودوسر. دقیقاً هر کدومشون دیدم چه حرکتی میزنن و هر کدومشون هم تو همون زمینه خودشونو فیم تر میکنن و بیشتر میشه. خب شاین یه خورده اون رفرنس ترک معرفی کن، چیا بچه‌ها گوش بدن که کارشون یه خورده ایمپروو پیدا کنه به جلوتر. روک بخوام همه چی گوش میدی؟ اسپاتیفای باز میکنم، کره رو گوش میدم، ژاپن، مالزی، جامائیکا، همه رو گوش میدم، هر سبکی. مثلا من دستن محسن لرستانی هم گوش میدی؟ شاید باورت نشه ولی اونم گوش میدم. باید گوش بدی دیگه. مثلا یه تکنیک از یه ترک یاد میگیری، بعد یه جا دیگه پیادهش میکنی دیگه. فکر میکنی مثلا سبکای جدید از کجا میان، یه چیز خفن میاد، خب از همینجا میاد دیگه. دو تا چیزو تلفیق میکنه تموم شد رفت. آره دیگه یه چیز باحالی در میاد. بعد خودت بخوای بهمون چند تا ترکی که فیو ترکات به معرفی کنی، چی رو معرفی میکنی؟ فیو ترک الان تو ذهنم نمیاد، ولی کسایی رو که خیلی دنبال میکنم، اگه آرتیستم بهمون بگی چه بهتر، چیزشون هم هست، چی میگن، اون امضاشون هم تو کارهای خودم یکم معلوم میشه، چون الهام میگیرم ازشون. مثلا دیویکند رو خیلی دوست دارم، د چین اسموکرز، هالزی رو خیلی دوست دارم. دیگه مثلا کسایی که بخوام بگم، 21 سویج، مترو بومین، اینا رو میتونن خیلی بچه‌ها گوش بدن. کلا موزیکای بیلبورد، اصلا بیلبورد رو باز کن، 100 تا آهنگشو برو اونجا گوش کن، میبینی دنیا چه خبره. قشنگ به روز میشه معلومه دیگه که آهنگی که تو بیلبورد اوله، چرا اوله؟ ترند شده دیگه. حالا کاری به مارکتینگ و کنارش و تیک تاک و اینجور چیزا ندارم، ولی خب حتما مردم حال کردن دیگه، اومدن گوش دادن. دقیقاً. بعد توی مارکت خودمون مثلا به نظرت کیا خیلی بهترن، خودت فیوریت؟ من کار همه رو روک دوست دارم. بعضی وقتا اصلا ذوق میکنم، میبینم کنار همچین بچهای تو این کامیونیتی دارن کار میکنن، خیلی حال میکنم کلا. ولی همه رو دوست دارم کارشون. حالا یعنی آرتیست چیز ازم میخوای بگم، تاپ 5 و تاپ 3 بگم؟ آره تاپ 3 اگه بگی چه بهتر. تاپ 3 اگه بخوام پرودوسر هم میتونه جزوشون باشه، آرتیست یا پرودوسر. حالا پرودوسر ببین اگه سه تا از اون بگی، سه تا از اون که چه بهتر. من پرودوسر رو که بخوام بگم، یانگلاس رو دوست دارم، خیلی دوست دارم. خیلی ملودیاش اصلا فضای عجیب غریبه، قوی. آره مانی اف پی دوست دارم.
بعد بین مانی هم اینجا مانی خوشحال شد. بعد واژه هم حال میکنم. من اصلا هم دوست دارم به خاطر خلاق بودنش که سامپل میکنم. ایوه بچه‌ها که همه این کارن و همه خفنم میگم. خودشون هم میاد همه خفنن. توضیحاشونو میدن. و آرتیست با آرتیستا یکی از آرتیست‌ها جدید خودم دارم باش کار میکنم، وینه. اون خیلی دوست دارم. خیلی چیزای عجیب غریبی تو ذهنش هستن. خودش هم ویژوال موزیکا رو میزنه، خیلی سیکه. موزیک ویدیو میسازه اصلا. بعد هیپاپولوژیستو که دوست دارم، خیلی حال میکنم. بعد دیگه با چرسی هم خیلی حال میکنم جدیدن، به خاطر اینکه داره هی سبک عوض میکنه. این متفاوت بودن خیلی باحاله به نظرم. تایپ خودت که هیچ چیزای مختلف می‌کنی. آره منظورم اینه. هی چیزای جدید امتحان میکنم، میدونی؟ امتحان کردن باحاله. بعد یه دو تا دزدی من این وسط جا بدم، رپر نیستن ولی آرتیستن. با اشوان و زانیار خیلی حال میکنم. آره خیلی زیاد تو مارکت. آره یه پاپمون نشه. آره بریم براش. آقا خب حالا که بحثش پیش اومد، بحث بچه‌ها اینا، من یه چند تا اسم بهت میگم که ببینم واکنشت و نظرت راجع به اونا چیه. اولیشو بخوام برات بگم، خود مانی اف بی. یه کلمه‌ای بگم یا نظر بگم؟ هر جور که دوست داری ولی کوتاه باشه. مانی همسنگر بگم، چون هر تایپی میزنم میاد تو دانسش. ایوه اشکان کاگان. اشکان داداش بزرگه، خیلی کمک کرده. خیلی قلبی هم دوستش دارم، همین که یه خاطرات خوبی رو ساختیم دیگه. ایوه دیگه بخوام واسط بگم وایجی خودمون، وایجی خلاق. بهتاش فقط یه اسم میاد تو ذهنم، خیابون. قشنگ خیابونیه تایپ بیتاشو کلا کارایی که میکنه. و یه دونه خودم شخصا دوست دارم نظر راجع به دوستی کاکا به قول خودش. هر وقت حرف میزنیم میگه کاکا، چون اونم دیدم یه خورده مثلا عجیب غریب. آره چیزای عجیب غریب هر بار یه سبکی رو دوست داشتم بدونم از دید خودت که این مدلی چجوری. شاهین نظرت راجع مارکت ایران چیه؟ چقدر پتانسیل داره واسه کشش و خفن‌تر شدن؟ این تریکیه، ولی از 2 سال پیش که 100% بهتر شده. بالاخره یه بیزنسی الان شکل گرفته توش. یکم اون قانون استریم کردنه، ویو خوردنه، این که مثلا یه پولی توش اومده دیگه تو مارکت، به قول کچیبیت تزریق شده یه پولی تو مارکت. میدونی الان به نظرم واقعا شروع خوبی واسه کسایی که میخوان شروع کنن، آرتیست باشن، حالا پرودوسر باشن. بعد آیندهش هم روشن هست، ولی اونجوری که حالا یه سری میگن جهانی میشه، اون به نظرم نمیشه. آره آخه دلیلی نداره کسی که انگلیسی صحبت میکنه بیاد فارسی گوش بده. حالا لاتین گوش میدن، چرا؟ چون تو آمریکا خیلی لاتینا زندگی میکنن. آره دیگه خب ریشه یه زبانا همون. آخه دلیل نداره بیاد فارسی گوش بده مگر اینکه یه موزیک وایرال شه، بعد اونم یه دونه موزیک. یعنی اینجوری نیست یه نفر بگه موزیک چی گوش میدی بگه خب من مارکت فارسی رو گوش میدم، خفنم برو گوش کن. آره نمیده، طرف نمیاد اینو مستقیما بگه که فلان اینا. بعد چه معیاری داره یه موزیک هیت که حالا به قول تو حالا پا به پای این مارکت بیاد جلو، حداقل حالا نشد مارکت ما به اونا برسه، ولی چه المانی داشته باشه که موزیک هیتی در بیاد، استانداردی در بیاد؟ به نظر خودم حالا 20% 30% موزیک همش کلا پروداکشنش، 70% دیگهش برمیگرده به بک‌گراندت، کاراکترت، پشت داستان اون موزیکی که میخواد بیاد بیرون یا مارکتینگی که واسش انجام میدی. من میتونم الان بهترین موزیک ایرانو بسازم بدم بیرون، 2 تا استریم بخور، 3 تا استریم بخور، نهایت خودشو بکشه 1000 تا 10000 تا. ولی ممکنه یه موزیک میدی هم ساخته باشم، ولی یه فرمی از خودم درست کرده باشم، یه کاراکتری درست کرده باشم که طرف با کاراکترم حال کنه، با مثلا لایف استایلم حال کنه، بیاد موزیک رو گوش بده. یا یه مارکتینگ، یه داستانی پشتش باشه، یا دیگه نهایتش ساده ترین کار مارکتینگ اینه، تیک تاک و ریلز و اینجور چیزا، یه 4 نفر بیان باش ویدیو بگیرن وایرال شه. اینم باحاله. خب گذشته و آینده چه فرقی کرده شاین؟ گذشته از خودت؟ آینده. آره گذشته و آینده خودت. یعنی گذشته و آینده من خیلی فرق کرده. افتضاح. ببین من از 7 سالگی که رفتم مدرسه گفتم خب میخوام دندون پزشک بشم. اوکی. رفتم دبیرستان، شروع کردم واسه کنکور خوندن، نمره همه اینجا 20 شاگرد اول. از وقتی که موزیک جدی شد قشنگ افتاد نمره. همین از اون موقع که شروع کردی با چی شروع کردی؟ وسیله و تجهیزات چی بود؟ 6 ماه مونده بود به کنکور. من نشسته بودم داشتم زیست میخوندم.
بعد گفتم جمعش کن بابا، بستم کتابو رفتم پای لپتاپ نشستم اصلا گفتم شروع کنم زدن. اون 6 ماه آخر هیچی نخوندم، رفتم کنکورم دادم دانشگاه چمران اهواز. آره این میم میشه. آره شروع کنم زدن. شروع کردم زدن آقا میم شد. خب ادامه بده. آره دیگه حاجی بد شد. شروع کردم بیت زدن شروع کردم. سوء استفاده نکن. کات نزن خب ولی آره شروع کردم تست زدن و شروع کردم به بیت زدن دیگه. بیت و اینا رو میزدم یه مدت. اون 6 ماه آخر هیچی نخوندم، رفتم کنکور دادم دانشگاه چمران اهوازم آوردم اتفاقا مهندسی پزشکی، ولی انصراف دادم. گفتم خب چیکار کنم، یه چیزی باشه که یه دانشگاهی بریم حالا هم درس رو بخونیم همین که موزیک باشه. رفتم مهندسی برق دانشگاه خود آوردم، ولی کاش نمیرفتم، این سخت‌تر از اون شد. آره ولی دیگه اوکی. ولی هدف اصلی شده موزیک دیگه. الان دیگه کامل موزیکی دیگه. آره دیگه. ایول. بعد الان ستاپ اینا تغییری کرده، چیز جدیدتری آپدیت کردی؟ ستاپ آره. من کسی بودم که اوایل میگفتم اونقدر به وسیله نیاز ندارید و همه اینا. میدیو که گرفتم، هدفون که گرفتم، کارت صدا اومد دیدم اصلا دو تا دنیا رنگی و سیاه و سفید هست، میدونی اینجوری شده اصلا واسم کلا. بعد یه چیز دیگه که خیلی تاثیر داشت موزیک تئوری بود. این خیلی دزدیه. یه سری میان رو یوتیوب میگن موزیک تئوری نیاز نداری، یه میدی کورد بگیر بنداز اونجا، یه میدی پک بنداز و نمیدونم یه 4 تا چیز تمومش میره. ولی از زمانی که موزیک تئوری و پیانو و اینجور چیزا رو یاد گرفتم خیلی تاثیر داشت تو پروداکشن. خیلی یه پیشرفتی بود اصلا. تئوری خیلی مهمه چون هم سوادت میبره بالا، هم میدونی چی و کجا استفاده کنی، چون اغلب همون تجربی نه فقط مهندسی صدا ساوند دیزاین، یعنی هر چی علمت بیشتر شه خب 100% به نفعته. حالا هر چی که میخواد باشه ولی اضافه کنی به خودت، خودت تو پرتر نگهداری و سخن نکته پایانی چی دوست داری بگی این بخشمون، چون با حالا کار داریم. نکته پایانی واسه اینجا. آره حاجی جمله‌ام خیلی بد میشد تو ذهنم، بده و بگمش بازم بده، ولی استی هارد. خفن بود آقا. شاینه حالا داریمش، میریم میایم. دم بچه‌ای هم که الان کمکمون کردن و این لوکیشن خفن در اختیارمون گذاشتن، دمشون گرم واقعا. دم کوشا، دم امزی کارتل، دم همه گرم. آقا میبینیمتون، میایم فعلا. گیم مورد علاقه‌ام خیلی وقت گیم نزدم، ولی با فارکرای خیلی حال کردم. 5 خیلی فوق العاده بود. فیفا هم که همه رو میطلبه. بریم یوتیوب نگاه میکنم، باشگاه میرم سنگین، یه سری هم کتاب متا و اینجور چیزا. خیلی سوبری میشه ولی میخونم دیگه. داشت شاید باورت نشه یکی بهم پیام داد خیلی بده حاجی. من ناشناس تلگرامم خیلی گیم بازی میکنن. یه بار یکی بهم پیام داد گفت که یه بیت میخوام، بعد آرتیست و موقع شناسم نبود. بهش گفتم که خب من این واسش میگیرم. گفت دمت گرم داشتی، من نمیخوام، من فلانی ام، با اینجوری کار کنم. دیگه من چیزی نگفتم. دعوا نه، تا حالا دعوا نرسیده روابطم. خیلی اجتماعی ام. باستو الفردو حاجی جون میدم. خدا حاجی نخندی، گفتم جون. فیلم مورد علاقه‌ام ساوث پا خیلی خاطر خوبی واسم بود. 100% دکتر بودم الان، یعنی قشنگ آهنگسازی دکتری از تو مچم قاپید. سوبر 100 اصلا سوبر پلاس باشگاه خرخون کلاس. ولی یه چیز هم داشتم، اون گوبازی هم داشتم کنارش. ایو بکس آقا اومدیم با شاهین پروژه فکر نمی کردمه چرسیو باز کنیم ببینیم چه خبره. آقا چرسیو لیتو خب آقا بریم. اول من لوپشو میذارم. اولا که این بیت پرودوسش با من بوده، سمباجلان و متریکال، که شرط بهشون میدم.
لوپشو من زدم ملودیشو. حالا اول مین ملودی رو میذارم، بعد میریم حالا سراغش ببینیم چیا داخلش بوده. خب این اسم این سبکر اصلا اول بگم، چون من یه سری میدیدم تو کامنت ها میگفتن اسکی د ویکند فلان چیز و اینا. اولا که این ژانرش اصلا سینت ویو. سینت ویو هم یه سری المانا داره که توش استفاده میشه، مثلا همین صدای سینتی که توش هست، لید ملودی که هست و حالا آرپج و این چیزایی که هست. اکثرا هم سبکاشون اینجوریه، حالا رترو، سینت ویو، 80s هم بهش میگن بعضی وقتا. بعد حالا اولین چیزی که استفاده کردم توش یه صدای سینت بوده که اینه. من حالا چون سیستم خودم باهم نیست مجبورم از روی این استمزا بگم، ولی میدی و همه چیشو دوباره الان ریمیک کردم قبل رکورد. این ساوند اولشه که یه حالت مثل آرپج توری داره. حالا چه جوری میتونیم اینو درست کنیم؟ میام اینور اول بقیه رو میوت کنم، یه همچین کورد پروگرشنی داریم. نکاتو بگو بچه‌ها استفاده کنن. خب حالا واسه این که اصلا همچین میدی بسازیم ما چیکار کنیم؟ من یه دونه دیگه اینجا باز کنم بگم چجوری همچین کورد پروگرشنی میتونیم تایپشو در بیاریم. خب میام اینجا هر گامی رو که بخواید میتونید اینجا انتخاب کنید. مثلا من اینجا میزنم سی ماینر، میام اینجا میزنم روی سی، میام اینجا روت نوت هم میذارم. یکی دوست دارم الان اینجا بذارم، یکی دیگه دوست دارم مثلا این ور بذارم، یکی دیگه اینجا، یکی هم مثلا میگیم روی F میذارم. حالا اینجا یه سری سفید داری، یه سری سیاه داری. یه دونش رو اسکیپ میکنی میزنی اینجا، یه دونه دیگه اسکیپ میایم اینجا. این میشه یه دونه ترایاد. الان یه دونه کورد سی ماینر داریم اینجا به همین آسونی. حالا واسه سینت ویو و حالا سبکای پاپ EDM و اینا میتونین یه دونه 7 هم اضافه کنیم به این. دوباره اسکیپ، یه دونه میاد اینجا. یک کنیم پرده میره. دقیقاً. اینجوری میشه. این ساوند خیلی استفاده میشه، یعنی تتراکورد هم بهش میگن، تتراد هم بهش میگن اگه اشتباه نکنم. آره 4 تایی میشه، 4 تا نوت توی یه دونه کورد استفاده میشه. حالا دوباره بعدی هم میتونیم همین کارو بکنیم. دوباره اسکیپ، اینجا اسکیپ رد میشه، دوباره میاد یه دونه دیگه اینجا. تموم شد رفت. اینجوری کوردش رو میتونین درست کنین. حالا به سلیقه خودتون میتونین اصلا پایین بالا کنین. من سمیتونش رو عوض کردم. خیلی بالاست. اینجوری میشه. خب حالا واسه این که چجوری آرپج کنیم، آرپج کردنش هم 2 تا راه داره که میتونید استفاده کنید ازش. یکی اینه که آلتو بگیرین، آ رو بزنید، اینجوری میشه. یه آرپج دیفالت. دقیقاً. اینو میتونی حالا یکم هم طولانی ترشون هم کنی اینجوری. یا اینکه میتونی همینی که داری اینجا، چیه باز شد؟ اوکی شد. آره. میتونین بیاید اینجا توی این قسمت اینجا رو بزنید، اینجا یه دونه آرپج داره. این میبره رو به بالا، این میاد پایین. این میبره بالا و پایین. اینم اگه بزنین علامت سوال رو رندوم خودش آرپج میکنه. من زیاد از این استفاده نمیکنم چون یکم بد میشه، الگوریتم خاصی نداره، بد میشه. من از این استفاده میکنم. این تایم هم اینجا میتونید تایمشو کم و زیاد کنید. اینو حالا اگه بعداً اتوماسیون کنید یه چیزای خیلی خفن میتونید باهاش بسازید، مثلا اینجوری دیگه بازی کنن. آره دیگه خیلی کارا میتونن اصلا باش بکنن اینجا. این که اصلا از کورد پروگرشنش بود، هیچی. میریم سراغ ساوند بعدی که استفاده کردم. اینجاست. ساوند رو روشن کنم. که یه حالت مثل بیس همون روت نوتی که توی این کورد پروگرشن استفاده کردم و میتونید بذارید بیسش رو اضافه کنید.
ولی اینو حواستون باشه، تو رو خدا اوت اف کی نزنین. بعضی از ایتا و بیسا اصلا خارج میشه، افتضاح میشه، خیلی بد میشه. یعنی باید تو همون چارچوب نوت. آره دیگه. حالا لازم هم نیست حتما روت نوت باشه، میتونن از نوت‌های دیگه استفاده کنن، ولی روی گام باشه دیگه، حالا که خراب نشه تیونش. ایول. بعدی ساوند بعدی که گفتی، ساوند بعدی یه سینت کورده که همونی که من اینجا آرپج کرده بودم و اینجا ساده گذاشتم بره واسه خودش. همینجوری بره. حالا اینجا یه سری تاپ نوت داره، تاپ لاین داره، تاپ ملودی داره. خب حالا اگه بخواید همچین تاپ نوتی هم درست کنید واسه کورد پروگرشنتون، یعنی تاپ لاین بذارید واسهش، بذارید کورد پروگرشنتون همینجوری پلی بشه، مثلا اینجوری. حالا بیس هم میتونید اضافه کنید روشن بمونه. بعد میاین همون گامی رو که دارین کار میکنین روش، حالا اینجا ای شارپ ماینر باید باشه، اینجا میشه. من میام همینو رندوم نوتایی که اینجا رو انتخاب میکنم، هر کدوم که به گوشم قشنگ‌تر بیاد استفاده میکنم. مثلا اینجوری میشه. اینم میتونید روشن کنید که یه حالت ضربگیری واسهتون کنه. البته اینجا نداره روی نفر استودیو مترونوممون. اینجاست. میتونید یه دونه اینجا بذارین. اینجا مثلا آرپج شد. میدونی همون اتوماسیونی میشه که بهتون گفتم میتونید استفاده کنید. اینا رو هم لانگ کنم چون وان شات زیاد نمیام. به صورت رندوم یه چیزی که رندوم هر چی که به گوشتون قشنگ‌تر میاد، ولی معمولا هم از همون بیس نوتتون شروع کنید ملودی زدن و یه چیز قشنگ‌تری در میاد. ساوند بعدی که داشتیم اینجا روشنش کنم فقط. اینا هم داره میاد. یه وکال چاپ یه لوپ قشنگ 10 برابر لولش میبره بالاتر. حتما استفاده کنید، خیلی خفنه. خیلی خفنه. اینو که داشته باشید که وکال چاپ با حالا مدرن استفاده کنید، چون میتونه قدیمیش هم بکنه حتی. حواستون هم به لایسنس باشه، کپی رایت نخورید، کارتون نیاد پایین. از چیزای استفاده کنید که رویالتی فری ان. حتما. بعد خودتون هم حالا یکم عوض کنید دیگه، همینجوری خام نندازید، سعی کنید ادیتش چاپ بزنید. بعدی یکی از چیزایی که خیلی آندرریتده، مثلا خیلی‌ها نمیان استفاده کنن، روی لوپاتون و سامپلاتون یه لوپ پرکاشن هم بندازین، حتما یه ریتم باحالی میگیره. تکسچر یا لوپ پرکاشن یه چیز مناسب، خیلی یه حالت باحالی میشه، رنگ میده بهش. حرکت آخرم که تگ کپی رایت ها رو رعایت کنه. آره دیگه. بعد اینم کلا جوریه که من لوپامو ارنج میکنم، یه 8 بار 16 بار بذارین کل ملودی باشه، بعد تمام اجزاشو بردارید جدا جدا بچین اینجا، تگتون هم بذارید آخرش، هر کسی استفاده کرد اگه دوستاش از تگتون استفاده کنه دیگه. و این بود کل لوپش. و اینم از پروژه فکر نمی‌کردم لیتو جرسی چک کردم. خیلی اشتادی بابا. بچه‌ها حمایت کنید وقتی بچه‌ها انقدر دارن انرژی میذارن، همچین لوپ و سامپلای خفن، همچین بیتای خفنی تولید میکنن، تو همه چی هواشونو داشته باشین. تو رویالتی، توی پوش کردن، ساپورت کردن، اینجوری نباشه که این همه انرژی بذارن و فقط همین هیچی نباشه واسهشون، فیدبکی نداشته باشه. دیگه هر جوری که میتونین و میتونید ساپورت کنید که بچه‌ها انرژی بگیرن، باز بتونیم برنامه خفن بسازیم، باز بهتر کنیم و 1000 تا ترک خفن بیاد. دمتون هم گرم تا اینجا کار کنید. Stay safe. Let's go. خب شاهین عشق، هوام که دیگه بارون زد. آره چه بارونی زده، عشق اصلا. آره بابا همه چی عالی. شاهین دیگه توصیه پایانی واسه بچه‌ای که میخوان وارد مارکت بشن و این کار رو حرفه‌ای شروع کنن چیه؟ ببین نمودارش خیلی سینوسیه تو مارکت کار کردن. آره. اگه بخوای مثلا بیای همون یه ماه اولیه سال اول کارت بگیره، بدون نمیگیره، میکشی کنار، خدافظی میکنی، افسرده میشی، اصلا هیچی. یه نمودار اینجوریه، یه مدت خوشحالی، یه مدت افتضاح، یه مدت خوشحال و اینا، بالا پایینش داره. آره هر روز سعی کن کار بزنی، چه تو خوشحالی چه تو ناراحتی کار بزن، هنرمندی، اون حس تو، حال تو بزن تو کاره، تمومش بره، منتقلش بکن. آره با کار احساستو در بیار. ایوه. بعد دیگه اون راه کانکشنی که سریع‌تر از
همه راه‌ها جواب میدی. اخلاق حرفه‌ای، تو کارت خفن باشه، اخلاق حرفه‌ای نباشه، اخلاقت افتضاح باشه، آدم ریکی باشی، چیز نمیشه. هیچ کس باهات کار نمیکنه، حال نمیکنه. سعی کن اول اخلاقت خوب باشه، کاراکترت خوب باشه، با کاراکترت حال کنن، کارت هم خفن باشه، خودش اوکی میشه. ایوه. بچه‌ها از چه طریقی میتونن باهات لینک شن؟ چنل تلگرام هم هست، میتونن اونجا باشن، بعد یوتیوب هم هست، اینستا هم هست، همه اینا موشاهین عشق دیگه در خدمت بچه‌ها هست. خیلی خوشحال شدیم. چکرم. برو بریم آقا. چکرم. دمت هم گرم بابت برنامه خفن، دم پروت کلاب گرم، کوشا، امزی کارتل، فیلم بردار، همه. همه گرم. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. آقا میبینیمتون. لیتس گو.